من امور رسول الله صلی الله علیه و سلم، از کارهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، از فرمانهای پیامبر صلی الله علیه و سلم، نهیهای پیامبر صلی الله علیه و سلم. کدام کارها را پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را امر کردن که اجرا کنیم، از کدام کارها نهی کردن که نکنیم. و سننه، سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی سخن‌هایشان، رفتارشان، کردارشان، وصفشان. وصف پیغمبر هم سنت است، حدیث هست. چقدر که حضرت انس میگویند که پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی در آخر حیاتشان، من از مویهای پیامبر صلی الله علیه و سلم و ریشهای پیامبر صلی الله علیه و سلم رو نظر کردم و از 14 همگی تارهای سفید آن 14 دانه بود. این در مسند احمد است. 14 دانه در روی و در یعنی ریش و در موی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همگی 14 دانه مویهای سفید بود. میگن این وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم است از جانب صحابه که دید است. این هم حدیث حساب میشد. این چون اقرار پیامبر صلی الله علیه و سلم، یک کار در نزد پیامبر اجرا میشد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اقرار میکنه و هم سنت است، حدیث است. و ایامه، از روزهای پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی درباره روزهای پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه میگذشت، یعنی تاریخی پیامبر صلی الله علیه و سلم در این کتاب من ذکر کردم. واقعا بهترین ایام، بهترین عمر که انسانیت در این روی دنیا از روزی که آدم علیه السلام را آفریده است تا روز قیامت، بهترین عمر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بنابراین در سوره حجر الله سبحانه و تعالی به عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم سوگند خورد، گفت لعمرک، قسم به عمرت. الله تعالی حق دارد که به بعضی از مخلوقاتش قسم یاد کند، اما ما حق نداریم غیر نامهای الله تعالی به دیگر کس قسم خوریم. و کسی که به غیر نام الله تعالی به دیگر چیز قسم میخوره، در حقیقت به الله تعالی آن چیزها را شریک آورده است. خلاصه عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم، علل خصوص این 23 سالی که پیغمبر بودند، در آن وحی می آمد، مبارکترین حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است.